قاضی در هر یک زمانه و در هر یک منطقه الله تعالی بعضی احکام را خودش، مثلا عرق نوش، اگر کسی عرق نوشد 40 زده میشه در حضور مردم، مثلا در پیشگاه 10 نفر یا 20 نفر یا 100 نفر در پیش محله یا آدم عرق خوره، این الله تعالی تعیین کردگی است. یا بریدن دست دزد، این الله تعالی تعیین کردگی است. لیکن بسیاری از حکم های هست که الله تعالی حواله به قاضی کردگی است. این دلالت به فضل علم میکند. حالا بسیار آدما میگن که دلیل از قرآن بیار، دلیل از سنت بیار، سخن عالم را به ما نگو. ابو حنیفه گفت، مالک گفت، شافعی گفت، بخاری گفت، چی در کار برای ما؟ آیت را ذکر کن. الله تعالی در آیت قرآن میگه که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدونید اهل علم را بپرسید. بسیار احکام شریعت را الله تعالی حواله به علما کرد، حواله به قاضی کرد. مثلا یک آدم به یک زنی کوچگی گپ پرتافت، یگان گپای فحشم نگفت، لیکن گپی گفت که محسب به زن دیگر کس گپ پرتافت. همین به قاضی شکایت شد. در این مسئله یگان شریعت یگان چیزی معین نگفته است، حواله به قاضی کرده است. یعنی همین قاضی همین خیل باید حکم کند که همین آدم از همین کارش باز ایستد، بعد همین کار نکند، خواه جریمه باشد، خواه زدن باشد، خواه زندان باشد، یک روز دو روز. مثلا حتی به بعض آدم ها عوف هم یعنی که جزا حساب میشن. قاضی میگه که همین کار کردی، عیب نیست مگر برای شخصیتی تو این که به زنی کس سخن میکنی، رو دیگر تکرار نشود. گفتم حق دارد قاضی، لیکن شاید به بعض آدم ها انا همین اصول از 100 مراتب زدن وزنین میفراید. کاش مرا 100 دره میزدن یا 1000 دره میزدن و به نزد فلان قاضی نمیبردن، شرم میدارد و شخصش معتبر است مثلا. یعنی وای آدم فقط هم تو قاضی دیده توی عوف کردم دیگر این کارو نکن گفتنش بس از خودش. خلاصه قاضی اجتهاد، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب، اگر قاضی حکم کند، مجتهد است و حکم کند، اجتهاد میکند، حکم میکند، برای وای اگرچه اگر فتوای درست داد 2 ثواب میگیرد، اگر حکم نادرست کرد 1 ثواب میگیرد، به شرطی که یعنی علم داشته باشد و اجتهاد داشته باشد. یعنی قاضیگی را با پول خریدگی نباشد، بی ثواب نباشد، قاضی حقیقی باشد و ثواب میگیرد. بنابراین این چیزهای الله تعالی با قاضی حواله کردگی است. شاید 10 دره در پیش مردم یک آدم زدن، این برابری 10 سال در زندان نشستن برابر است. مثلا به یک آدم، به یک آدم بی‌ناموس و بی‌شرف هیچ چیزی نداره و اون از شرم و حیا نداره، شرم ندارد مثلا، برای و این یگان تاثیر نمیکنه و باید دیگر خیلی جزا دهد. یه نوع جزا دهد که این و امثال این از همین گناه باز ایستند، یعنی برای دیگران درس شد. من وقتی که بار اول به حدود رفتم، جوان بودیم، وقتی دست یک دزد بریده شد، آدم های سیگریت کش و بیریش و اینا فاسق میگفتن در اون زمانه ها، دیدم که میترسید. یا مراتبه به قتل هم رفتیم، 4 نفر جوانایی که تجاوز به ناموس کرده بودند و کودکا را کشته بودند، اونا حکم قتل گرفتن، قصاص، و هم برای لیواتکارشان حکم قتل گرفتن. سری اون 4 جوان بریده شد. یک دنیا جوانهای دیدم که ریشتراشی، بینمازی، سیگریت کش بودن، همشون لرزیده توبه گویان و استغفار گویان به خانه هاشون برگشتن از همون مکانی که حدود اجرا می شد در شهر مدینه. یعنی که بسیار تاثیر دارد. وقتی که یک دوز دستش میبرید، این ظلم نیست. آخر این بیچاره با عرق جبین برای کودکاش نخورانیده نپوشانیده همین مال جمع کرده است. 12 ساعت در یک شبانه روز کار میکنه. این دست دوست پنهانی میدارد، همون مبلغ میدوزد که به امید وای مبلغ که توی کردنی بود، فرزندش خانه دار کردنی بود مثلا، و این یک خانواده مالش نمیدوزد این دست.
هزارها خانواده دستش میداد. بنابراین این دسته وقتی که ما میبریم مهنت عرق جبین و مال حلال بسیار هزارها آدم حمایه میکنیم. یعنی این امر الله تعالی است. به دیگرها تأثیری نیک میدهد. بنابراین الله تعالی که فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین در سوره نور وقتی که زناکاری حالی دختر حالی جوانی که حالی زن نگرفته است اگر زنا کنند اینا 100 درجگی زده میشن در نزد مردم. الله تعالی که فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین طایفه از مؤمن ها به عذاب اینها شاهد شد. یک آدم بردیم به همین خیلی قصاص ها نقل کردیم گفت که بهترین راهی کشتن آدم 20 روز است 21 روز است گوشتی در آب پختگی که به نمک پختگی میتید آدم خودش میمورد. شرط نگی سرش با شمشیر زنید. و مقصد شریعت آدم کشتن نه فقط 20 روز به نمک گوشتی اگر خودش میمورد است. مقصد الله تعالی کشتن آدم نه. مقصد الله تعالی البته در قصاص برای شما حیات است. وقتی که قصاص گرفته میشه آدم یا آدم به قتل رسانید خودش کشته میشد. وقتی که کشته میشد حیات گفت در قصاص حیات است. اگر ظاهرا گرید یک آدم جانش کم میشد. وقتی که قصاص میگیریم یک آدم کشته بود. اکنون وقتی که همین آدم قاتل کشته میشد همین قصاص است نامش. الله تعالی که در قصاص حیات است یعنی برای دیگرها حیات است. چون که وقتی که قصاص میشد هزارها مردم شاهد میشن و از کشتن و از قتل آدم ها میترسند دیگر. یعنی به این وسیله خون دیگرها حمایه میشد. جزای آن آدمی که قدر خون آدم را نمیداند و آن را میریزاند این خودش آدم خونش ریزانیده است. به این امروز آدم ها حقوقی بشر و حقوق حیوان پیدا شده است که به این رحم میکنند. آخر این رحم نکرد دیگرها را به قتل رسانید کو. این شاید کیلر است. این هر روز یک کس میکشد. این آدم کش است. این باید جزاش قصاص است. الا در حالتی که صاحبان میت عفو کنند. صاحبای مالک ما عفو کردیم بخشیدیم باید کشته نمیشه. آزاد کرده میشه. بگیم حق صاحب میت است. مثلا یک آدم فرزندش 20 سال تربیه کرده کلام کرده است یک آدم دیگه میگه این فرزند به قتل میرساند. اون وضعیتی پدر و مادری اون کودک میدونه اون جوان چه خیل میشه وقتی که فرزندش یک کس به قتل میرسونه. اون در همون حالت کمک نفسشون آرام میگیرد که همین قاتل خونش در پیش امیرها ریزانیده میشه و نفسشون آرام میگیرد. الا در یگان حالتهای ضرورت مثال میبخشن از سبب نزدیک بودنش یا دیگر. خیلی که در زمان مالک رحمت الله علیه یک جوان برادر خودش میکشد. بعد او از قاضی پدر و مادرش التماس میکند که قصاص نگیرید برای آنکه از این یک بچه هم گذشت از دنیا. از اگر قصاص داده شود دویم فرزند من میرد. هم گفته از قاضی ها التماس کرده بود که دویم فرزندشان کشته نشود. قصاص گرفته نشود. اصلا این حق میت است مگر هم در حالتهای ضرورت بعد قاضی به اجتهاد خودش حکم میکنه. چخیلی که امام مالک همین فرزند حکمش به قتل دادن دیگر قاضی ها عفو کرده شود گفتم. خلاصه کلام الله تعالی به قاضی بعضی احکام شریعت رو بلکه اکثریتش رو حواله کرده است. قاضی باید چنان حکم کند که همین آدم و امثال همین آدم از همین عمل دست کشند. یعنی درس عبرت شود. الله اعلم.